در ششمین روز حمله اسرائیل به ایران سر و صداها در مورد به جنگ پیوستن آمریکا هرچه بیشتر بلند می شود. NBC نیوز با تکیه به چند منبع خود گفته است میان گزینه‌های مطرح رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ حمله به ایران کلیدی به نظر می رسد. هرچند آمریکا قبلا اعلام کرده بود که اسرائیل به تنهایی عملیات نظامی علیه ایران را شروع کرده است، اما تهران به این ادعا باور نداشت. در صورت رسما به جنگ ضد ایران پیوستن آمریکا خاور میانه شاهد درگیری بی سابقه خواهد شد. با این حال شب گذشته هم اسرائیل و هم ایران از حمله های هوایی به قلمرو همدیگر خبر دادند. اما در پنجمین روز حمله اسرائیل به ایران، تل اویو سازمان صدا و سیما یا رادیو و تلویزیون ایران را هدف قرار داد. به نظر می رسد حکومت نتانیاهو نه تنها از رهبران ارتش و دانشمندان بخش هسته‌ای بلکه از روزنامه‌نگاران ایرانی هم سخت می ترسد. حمله زمان انجام شد که در چند اداره برنامه‌های مستقیم پخش می شدند. واکنش مجری برنامه خبر سحر امامی به این حمله داستان شد و همچون نماد شجاعت در شبکه‌های اجتماعی می چرخد. مجری رادیو آوا نیز در حال از حمله اسرائیل به سازمان صدا و سیما خبر می دهد که هیچ آثاری ترس در سیمای او دیده نمی شود. رسانه های ایران خبر دادند که در پی این حمله 3 کارمند صدا و سیما جان دادند. بعد از حمله فعالیت تلویزیون یک مدت متوقف شد و پس آن دوباره فعال گردید. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با وعده به انجام رسانیدن جنگ ها نه شروع آنها در جهان به قدرت رسیده بود، هیچ هوس برای مذاکرات با ایران ندارد و انتظار تسلیم شوی کامل جمهوری اسلامی است. این حرفا را ترامپ در پاسخ به خبرها در مورد احتمال مذاکرات ایالات متحده با ایران برای ختم درگیری گفته است. از این پیشتر ترامپ با نشر یک پیام از تمام ساکنان تهران دعوت کرد فوراً شهر را ترک کنند. او هیچ گونه شرح هم نداده بود که چرا بیشتر از 9 میلیون شهروند پایتخت ایران باید این کار را انجام بدهند. رهبران وزارت امور خارجه بیش از 22 کشور عربی و اسلامی از اسرائیل دعوت کردند که از حمله ها به خاک ایران دست بکشد. 13 ایون وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان هم با نشر یک اظهارات اعلام کرد ضربه های نظامی جانب اسرائیل را به قلمرو جمهوری اسلامی ایران که باعث تلفات سرشمار جانی گردید همچون نقض مقررات معیارهای اعتراف کرده مناسبت‌های بین المللی قطعاً محکوم می نماید. با این حال سفارت چین در اسرائیل از شهروندان خود خواسته است هر چه زودتر آن کشور را ترک کنند. ایالات متحده نیز از شهروندان خود دعوت کرده است به اسرائیل سفر نکنند. اسرائیل روز 13 ایون به خاک ایران حمله کرد. در نتیجه سلسله عملیات‌ها چند فرمانده بلندپایه نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشته شدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور یک بیانیه گفت اسرائیل باید منتظر مجازات سخت باشد. دوام همان روز جمهوری اسلامی به قلمرو اسرائیل ده‌ها پهپاد و موشک پرتاب کرد. دوام روزهای آینده هم اسرائیل و هم ایران خاک همدیگر را هدف قرار می‌دهند. هم در ایران و هم در اسرائیل ده‌ها تن کشته و صدها کس زخمی شدند. با این حال پایان این درگیری معلوم نیست. عملیات‌ها، حمله‌ها و شیوه تهدیدآمیز مسئولین دو جانب چنین اندیشه را تولید می‌کند که هیچ جانب در عین حال در فکر عقب نشینی نیست. رسانه‌های آمریکایی حدس می‌زنند که ترامپ شاید بمب‌هایی را در اختیار اسرائیل گذارد که توان خراب کردن مکان‌های زیرزمینی را دارند. سخنگوی وزارت دفاع ایران اظهار داشت که در حمله دیروز از موشک کاملا جدید استفاده شد که اسرائیلی ها در رهگیری آن عاجز ماندند. برخی نماینده های مردمی در امریکا طرح قانون را تهیه کردند که به پرزیدنت ترامپ اجازه نمیدهد بدون اجازه کنگره به عملیات نظامی علیه ایران اقدام کند. کسی نمیداند که این تنش به جنگ کامل میکشد یا با میانه روی کشورهای دیگر ختم می شود. تا این لحظه همه چی به سوی گزینه اول میبرد.